درود به همه حقیقت جویان و رهروان راه آگاهی. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. توی این وایس میخوام یوگا رو بهتون معرفی کنم. یوگا رو اصولاً به عنوان یه ورزش میشناسن، اما به نظر من یوگا یه سبک زندگیه. اگه بخوام از تاریخچه یوگا براتون بگم، برمیگرده به قبل از تاریخ میلاد مسیح. البته تاریخی از شروع دقیقش در دسترس نیست، اما حکیمی به نام پاتانجلی اولین کسی بود که دست‌نوشته‌هایی در مورد یوگا رو جمع‌آوری کرده بود و این شخص با ریاضیات و نجوم و علم طب و تغذیه آشنایی داشت. علومی که تا الان در مورد خیلی هاشون باهاتون صحبت کردم و می‌بینیم که همه اینها به هم مرتبط هستند. حکیم ایرانی ما ابوریحان بیرونی دست‌نوشته‌های حکیم پاتانجلی رو به زبان عربی ترجمه کردند. خلاصه‌شو که بگم، این دست‌نوشته‌ها افراد رو به نظم و ترتیب، نظافت و بهداشت، قناعت و صرفه‌جویی، استقامت در برابر ناملایمات و تمرینات بدنی و تنفس هوای پاک و تغذیه خوب ترغیب و تشویق میکنه و عقیده داشتن که اگر انسان تغذیه مناسب و تمرینات بدنی خوب داشته باشه میتونه مفید و سالم باشه و به قول خودمون حال خوب رو برای خودش رقم بزنه. این هم یه مهر تاییده برای حرفای قبلیم توسط دو حکیم بزرگ. یوگا در واقع مجموعه ای از تمرینات ذهنی و بدنی که سطح قابلیت جسمانی و ذهنی انسان رو بالا میبره. با حرکات یوگا دامنه حرکات مفاصل بالا میره و انعطاف پذیری، استقامت و تعادل بدن افزایش پیدا میکنه و میتونیم کنترل ذهن رو هم در دست بگیریم. با کنترل ذهن هم که خیلی کارا امکانش برامون تسهیل میشه، مثل آگاهی به اخلاق و رفتارامون و به دست گرفتن واکنش ها و ایگوهامون. حالا ایگو چیه؟ همون صفات منفی مثل غرور و خشم و وابستگی و غم و ترس و غیره. البته خیلی از آدما فکر میکنن ایگو فقط به معنی غرور و خودبینیه، که البته بین خودبینی و خوددوستی مرز باریکیه که خیلی ها قدرت تشخیصش رو ندارن. بگذاریم از مبحث روانشناسی بیایم بیرون و برسیم به همون یوگای خودمون. با انجام مداوم و داشتن برنامه منظم یوگا، نه تنها این اتفاقاتی که گفتم درون بدن میفته، بلکه با پاکسازی چاکراهامون بیماری هامون هم درمان میشن. راستی اگر میخواین در مورد چاکراها بدونید، کلمه چاکرا رو برام کامنت کنید تا یه وایس کامل و مفصل براتون در مورد چاکرا بذارم. دستاوردهای دیگه‌ای که میتونم براتون از یوگا نام ببرم، ایجاد تعادل بین جسم و ذهنه، به دست آوردن آرامش جسمی و روحی و ذهنیه، بالا بردن روحیه، خواب خوب و باز شدن شهود از دستاوردهای دیگه است. همه اینها به این دلیله که حرکات یوگا روی تمام ابعاد وجودی انسان تأثیر مثبت میذاره. یوگا بر پایه تنفس صحیح انجام میشه و باید تنفس صحیح شکمی رو بلد باشیم. در پست بعدی براتون نحوه صحیح تنفس شکمی رو خواهم گذاشت. در طول تمام تمرینات یوگا موظف هستیم ستون فقرات رو صاف نگه داریم و سر باید در راستای ستون فقرات باشه. تمرینی که الان میتونم بهتون بدم صاف نشستنه. از این به بعد سعی کنید در همه حال صاف بشینید و قوز نکنید. این صاف نشستن یا حتی صاف ایستادن خیلی فواید داره. ممکنه اولش زود خسته بشید و حتی حس کنید پشتتون درد گرفته، چون عضلات کمری و پشتی اکثرمون ضعیفه. اما با ممارست هم میتونید عضلات رو قوی کنید و هم انرژی کائنات رو به راحتی و درستی دریافت کنیم که در مبحث چاکرا براتون بیشتر توضیح میدم و هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنیم. دیدین آدم هایی که اعتماد به نفس بالایی دارن یا اینکه افراد مهم یا ثروتمندی هستن خیلی صاف و عصاقورت داده و شق و رق راه میرن؟ شنیدین که موقعیت اجتماعی بالا و داشتن ثروت اعتماد به نفس میاره؟ عکسش هم صادقه.
کارهایی مثل درست ایستادن و درست راه رفتن و نشستن که باعث اعتماد به نفس بالا میشه میتونه موقعیت اجتماعی بالا و ثروت رو برامون به ارمغان بیاره. پس یوگا روی روابط اجتماعیمون هم تاثیر مثبت داره. من یوگای درمانی تدریس میکنم و سعی میکنم در این پیج برای حال خوب شما عزیزان حرکات یوگا رو تعلیم بدم. پس با من همراه باشید در پست های بعدی. سپاس که حمایت میکنید و این حال خوب رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک میذارید. حال خوبتون آرزومه. دوستتون دارم. راهتون پرنور.